من بگو بعد از وفات کدام عمل زیادتر برای انسان دستگیر می شود؟ کدام عمل زیادتر انسان فایده می کنه؟ حضرت یک آهی سر کشیدن گفتن ای فرزندم یگان عملم به اندازه 2 رکعت نماز شب برای من دستگیری نکرد. نماز شب به نظر اندک نگاه نکن برادری بزرگوار، نماز تهجد بخواه، نماز شب داشته باش. خواب این کار انسانیت نیست. کار چی کنی که با عجل باشد و جفت برخیز خواب که عمر می باید خوب. در لحظت و دخاک خیلی خواب می روید. این دنیا جای خواب کردن نیست برادری عزیز. بسیار بس نماز شب از دست ندهید. و در آخر جبرئیل علیه السلام گفتند و عزت مؤمن این کنارجویی از مردم است، یعنی طمع نکردن در فکر ضرر و زیان مردم